رحیم. امروز این ویروس بر مکه آمده، بس آیا این عذاب خداست؟ امروز حج عمره معن شده و حج فرض ممکن است که در سال آینده معن شود، بس آیا این عذاب خداست که بالای ما آمده یا امتحان است که از جانب خدا؟ ما باید خوب فکر کنیم. ما امروز در دولت عربی در یک زمان زندگی داریم که نرخها به بالا رفتند، یعنی تاجران ظالم شدند و زنها عریانند، یعنی بی حیا گشتند. مسجدها خالی گشتند از نمازگزاران و همه احکام خدا و فرمانهای خدا را بیهوده کردند و به آنها عمل نمی کنند. در دولت ما مددخواه و فریادکن را به فریادش کسی نمی رسد و کسانی صاحب قدرت و عالم هستند همه محبوسند. در دولت ما زن گرفتن مشکل است، زنا حلال و زنها بالای مردم زور شدند، بالای مردها، و زمین خدا را غصب کردند و فقیران زیر باران بی صاحب و بی چتر ماندند. بله، ما در زمانی هستیم در دولت عربی که همه کارهای خیر بیکار شدند. مثلا بعض انسان طهارت میکند، خوب طهارت میکند، اما در آب اسراف. صدقه میکنند بر فقیران، بعد از آن رسم آن را میگیرند و در رسانه های اینترنتی به مردم نشان میدهند، یعنی ریا میکنند. نماز شب میگذاریم اما قطع صله رحم میکنیم، روزه میگیریم، توبه میکنیم، اما حقارت و لعنت کن هستیم. آگاه باشید که جنت خدا قیمت و بالا مقام است. بعضی مردم حج نمی کنند که گویا زور اونها به حج نمی رسد، لکن برای تماشا دورتر از حج می روند. بعضی ها قربانی نمی کنند که زور ما به قربانی کردن نمی رسد، لیکن تلفن های نو برآمده را می خرند که از قربانی بالاتر است. آگاه باشید که جنت خدا قیمت است و بالا مقام است. یکی از ما وقت نمی‌یابد که 10 آیه قرآن در یک روز تلاوت کند، لکن وقت می‌یابد که 100 واقعه دنیایی را بخواند و تماشا کند. آگاه باشید که جنت خدا بالا مقام